سلام میگم خدمت دوستان عزیز. با یه آموزش همراه شما هستیم به عنوان اولین آموزش تخصصی من در زمینه وردپرس. در این آموزش شما با یک پلاگین رایگان که تو مخزن خود وردپرس موجود هستش آشنا میشید، به اسم All in One Security. بعد این پلاگین برای امنیت وبسایت های وردپرسی بسیار موثر هستش و تاثیر خیلی زیادی داره برای جلوگیری از هک شدن، که آموزش بسیار ساده ای هم داره. با یکی دو دقیقه وقت گذاشتن شما میتونید وبسایت وردپرسی خودتون رو از امنیت بالایی برخوردار کنید. بدون معطلی هم میریم سراغ آموزش و با هم دیگه این آموزش رو میبینیم. خب این وبسایت ما تو این وبسایت خب به صورت عادی تو پیشخوان وردپرس تو قسمت افزونه ها، افزودن افزونه، اینجا کافیه امنیت رو سرچ کنیم. البته این خطایی که بالا میاد واسه هاست چیز مهمی نیست، این وبسایت حالا تست خودمه. بعد اولین پلاگینی که اینجا معرفی میشه به صورت فارسیش نوشته امنیت کامل وردپرس All in One Security، امنیت و فایروال. حالا من اینو از قبل نصبش کردم و فعالش کردم که تو پیشخوان ما، منوی پیشخوان اضافه شده. کلا منوهای مختلفی داره و ما در این قسمت فقط با یه قسمت مهمش که بروت فورس هستش میایم تنظیمات این قسمت رو میایم انجام میدیم. البته قسمت های خیلی مختلفی داره، شما میتونید پایگاه دادتون رو از اینجا اسمش رو تغییر بدید، امنیت کاربر رو میتونید از اینجا دسترسی هاشون رو تغییر بدید. بعد فایل ها، میتونید دسترسی فایل هاتون رو از این قسمت تغییر بدید. اینجا دیوار آتش فایروال داره، بعد میتونید تنظیمات قسمت فایروال رو اینجا انجام بدید. ما تو قسمت بروت فورس میایم یک سری تغییرات تو این قسمت انجام میدیم که واسه امنیت سایت خیلی تاثیر خیلی مهمی داره. اصلا بروت فورس چیه؟ بروت فورس یه هکر میاد از یک نرم افزاری میاد استفاده میکنه. شما صفحه لاگین رو دارید، به اون نرم افزاره شما مثلا 1000 تا یوزر میدید و 1000 تا پسورد میدید. این نرم افزار میاد دونه دونه این یوزرها و پسوردها رو با همدیگه تو صفحه لاگین چک میکنه، تست میکنه، ببینه با کدومش میتونه وارد صفحه لاگین سایت بشه. خب چون قسمت خیلی مهمی هست، ما در نتیجه میایم رو این قسمت تغییرات رو اعمال میکنیم. قسمت اول تغییر نام برگه ورود هست. خیلی مهمه، فوق العاده مهمه. شما در این قسمت میتونید صفحه ورود ادمین به پیشخوان رو تغییر بدید. اگر این قسمت رو تغییر بدید، حتی خود هکر اگر یوزرنیم و پسورد ادمین رو هم داشته باشه اما صفحه لاگین رو نداشته باشه، نمیتونه وارد پیشخوان بشه و خرابکاری خودش رو اعمال کنه. برای همین تو قسمت بروت فورس و تغییر نام برگه ورود ما میایم اینجا یک اسم برای صفحه ورودمون انتخاب میکنیم. حالا ما مثلا تسی 1 2 3 4 5 6 انتخاب کردم و ذخیره رو زدم و از این به بعد به جای اینکه صفحه ورود ما باشه wp-admin، صفحه ورود ما میشه این نام انتخابی که اینجا ثبت کردیم. کاربر حتما باید با این نام بعد از اسلش باید
این نام رو وارد کنه و وارد صفحه لاگین بشه و بتونه یوزرنیم و پسوردش رو وارد کنه و وارد پیشخوان بشه. در قسمت بعدی ما میایم کپچا تنظیم میکنیم. اینجا چند مدل کپچا داره که کلودفلر میتونه استفاده کنید، از خود گوگل میتونه استفاده کنید، یا کپچا خود سامپل خودش میتونید استفاده کنید که ما همین سامپل خودش رو میایم استفاده میکنیم. و اینجا میگه شما در چه قسمت هایی میخواین این کد کپچا فعال بشه. ما میزنیم همه میخوایم همه قسمت ها فعال بشه. خوبی فعال کردن همه قسمت ها، حتی ربات هایی که میان نظر هم ارسال میکنن باید حتما این کپچا کدش رو وارد کنن تا بتونن نظرشون رو ارسال کنن. خب ما الان صفحه برگه ورود هم تغییر دادیم، تنظیمات کپچا هم تغییر دادیم و میخوایم وارد بشیم و تست کنیم. اینجا ما خارج میشیم از صفحه. بعد چون خارج شدیم مستقیم اومد تو همین صفحه دیگه. ببینید شما الان اینو کپی میکنم تو صفحه WP admin وارد بشید خطا میده که شما اجازه دسترسی ندارید. چنین صفحه‌ای پیدا نشد. حتما باید این کدی که وارد کردیم رو وارد کنیم تا به صفحه لاگین وارد بشیم و این کد کپچایی که شما در اینجا میبینید اضافه شد. به صورت فارسی هم هستش، از فارسی پشتیبانی میکنه. خودش پیشفرض به صورت فارسی میاد. اگر وردپرستون انگلیسی باشه به صورت انگلیسی میاد، عربی باشه به صورت عربی میاد و کاربر حتما باید این تنظیمات رو وارد کنه بتونه وارد پیشخوان بشه. خب این اولین آموزش ما در زمینه امنیت وردپرس بود. سوالی دارید میتونید بپرسید و ما اینجا در خدمت شما هستیم، به سوالات شما جواب میدیم. با تشکر.